در تاجیکستان نظام اطلاع تجارتی را برای خواجگی‌های دهقانی به راه می‌مانند. طرح را در این باره در کشور شروع کردند. شماره چنین خواجگی‌ها از 100,000 بیشتر است. کشاورزان می‌گویند برای نرخ‌گذاری محصولاتشان مجبورند به بازار بروند و نرخ و نوا را با چشمان خود ببینند. کمتر ای تکنولوژی خفا موندیم. برای چی بگو؟ وقتی که کار نمیکنی رفت آمد نیست، خطی جمعیت معاشرت نمیکنی کو کمتر خفا میزنیم. من هم سر زمین ما میبینیم کار خودمون میکنیم. دیگه چیکار کنیم؟ او سیستم نرخ‌نمایی خیلی را استفاده نمیبره. میرن که بسر بودرینگ محصولات خیلی چیزا میرن تا شدنشان یا میبینیم نرخ نوا را با عوض سیستم مثال ارزان میفروشیم نمیخوان کننده. از این بعد آنهایی که به اینترنت دسترسی ندارند نرخ و نوا را درباره محصولات کشاورزی 2 مرتبه در یک هفته طریق SMS یا پیامک دریافت میکنند. پیامک ها را دهقانان می توانند با تلفن های ساده موبیلی هم دریافت کنند. در اول این خدمات رایگان اما بعداً پولکی می شود. مبلغش هنوز معلوم نیست ولی مؤلفان برنامه باور دارند که طلبات به خدمات آنها زیاد می شود. ما بین 500 خواجگی‌های دهقانی پرسش انجام دادیم. هدف اساسی معین کردن دانش‌های تکنولوژی آنها بود. یعنی از کدام نوع تلفن استفاده می‌کنند، عادی یا هوشمند. آیا به چنین خدمات و قبول پیامک‌ها آماده‌اند؟ به کدام نوع معلومات نیاز دارند؟ کشاورزان معلومات درباره نرخ 25 محصولات اساسی و کشاورزی را دریافت خواهند کرد. اطلاع را کمیته دولتی آمار آماده می کند. طبق این نقشه در آینده فهرست محصولات زیاد می شود. Картошка, помидор, лук и в соответствии с регионом это کارتوشکا، پومیدور، پیاز این وابسته به منطقه است. مثلا در ترسونزاده نرخ برنج، در اسفره و کانی بادام نرخ زردآلوی خشک. قیمت سوزشواری قرب دلار و یورو. بعدا نرخ تخمی ها، موادهای کیمیاوی و نوری ها پیشنهاد می شود. مؤلفان برنامه میگویند نظام نو نه تنها برای کشاورزان بلکه برای نهادهای دولتی، سازمانهای خارجی و شرکت‌های کنسالتینگی مشغول با بخش کشاورزی مفید خواهد بود.